ассалому алайкум ба ҳамаи тамошобинони ютуб, ба ҳамаи подписчикони канали Аҷоиб ТВ. хоҳиш мекунам ай ҳаматон ки илтимос ҳамин видеоро то охир тамошо кунед. хулосаи гап бародаро, як озмун ташкил кардем, як канали дигар дорум, мехоҳам як одама ба ҳамкорӣ даъват кунам. Барои ҳамин мо эълон карда будем, 4 нафар мада навиштан, 4 нафар яктаги қисса нақл кардан, мада роӣ кардагиян. ҳозир мемонам илтимос гӯш кунем бародаро. овози кадоми амо форама, овози кадоми амо барои шумо маҳқулай, илтимос шумо ҳамо одам да овоз битен. мо қатъи ҳамо одам ҳамкориро сар мекунем. илтимос гӯш кунен. баъд дар комментария мо менависем иштирокчи якум номушкияй, дуюм номушкияй, сеюм номушкияй. шумо гӯш кунен, хушрӯ аҳамият битен, тарзи хондана, кадомуш хуб мехона, кадомуш овози хуб мехона. аммо комментарияда номи аммо иштирокчира қатъи рақамш менависем. шумо фақат дар ҳам комментария ҳамуда лайк монед. кадомиш ки лайки бисёр гирифт, мо ҳамо одам қатъи ҳамкориро сар мекунем. илтимос ина гапа бисёр намекунем, гӯш кунед овози ҳамо хутон баҳоти. الصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آل محمد. اما بعد، السلام علیکم خواهران عزیز و برادران گرامی قدر. این قصه ای که الحال پیشنهاد شما میگردانم بسیار قصه تکان دهنده است. دوستان گوش میکنیم. حضرت بیبی عایشه مادرمان یک روز میگوید دیدم حال پیغمبر بسیار خوش است. در سیمای پیغمبر یک آسودگی را دیدم، یک آرامی را دیدم، یک وقت خوشی را در سیمای حضرت دیدم. همیشه پیغمبر خدا که بسیار مسئولیت های زیاد داشتند، بسیار به دعوت مشغول بودند، همیشه خسته بودند. میگه این دفعه که بسیار حالش خوب یافتم، حضرت بیبی عایشه مادرمان در حال میگه گفتم یا رسول الله ادعو الله علی. میگه گفتم ای پیغمبر نازنین، این حالتی خوبه میبینم، بسیار حالتی گوارا و خوبه، در حقم یک دعا کن. پیغمبر نازنینم در حال دستش برداشت و گفت اللهم اغفر لی عایشه ما تقدم من ذنبی و ما تأخر و ما اثر و ما اعللم. میگوید دستش را برداشت خدای مهربان، عایشه را هر یک کم بود و لغزش و خطایی که کرده است، الله مهربان مغفرتش بگردان. وقتی میگه عایشه این دعای زیبا را از جانب شوهرش از این پیغمبر نازنین که شنید، میگه فضحکت عایشه حتی سقطت رأسها فی حجزها من الضحک. آنقدر میگه حال حضرت مادرمان عایشه خوشنود شد که آنگونه تبسم کرد که حتی میگه آمد سر عایشه مادرمان در بغل پیغمبر خدا آمد. بعدا حضرت میگه گفتم ایسور که دعای عایشه، گفت همین دعای من به تو مخول شد عایشه، بسیار خوشنود شدی از دعای من. میگه مادرمان گفت بله ای حبیب خدا، از دعای تو من بسیار خوشنود شدم. پیغمبر امان در اینجا چی گفت؟ برادران عزیز گفت والله انک لدعوت امتی فی کل سلام. گفت ای عایشه، همین دعایی که من در حق تو کردم، به الله مهربان قسم، در هر یک نمازی در حق امتم همین دعا را من میکنم، برای تمام امتم این دعا را من میبخشم. برادران عزیز و گرامی، حقیقتا پیغمبری که در حق ما دعاگو، برای ما آب چشم میریزوندگی، آخران لحظه هایی که
این للموت سکرات. از برای مرگ بسیار سختی ها وجود دارد. حضرت این سختی ها را یک طرف کردن و عزیزان خدا چی میگویند؟ میگویند که بود تا زنده آن حبیبی ودود، در غم آسیان امت بود. دوستان عزیز، اگر خدا نصیب کند تا ویدیوهای نشری آینده، خیر. پسر بچه بوده است. هر شب ساعتهای یکی شب خودش را پاک کرده کتاب قرآن را در دست گرفته میخواند. از بین چند وقت میگذرد. یک شب در گوشهای مادر صدای فورم پس میرسد. مادر از جای خسته میآید نزد اتاق پسرش. از پس در گوش میکند. از بین چند قدر میگذرد. پسر بچه وفات میکند. بعدا شب می شود. در گوشهای مادر صدای گریه پس می رسد. مادر باز می رود نزد اتاق پسرش. صدای نیست. از اتاق پسرش بیرون می شود. باز هم به گوشهای مادرش صدای گریه می آید. مادر واقعه را به پدر پسرش نقل می کند. پدر و مادر پسر شب دیگر باز صدای گریه می شنوند. باز هم می روند بر نزد اتاق پسرش و صدای گریه نیست. باز هم از اتاق بیرون می شوند. صبحگاهان پدر پسر یک عالم باسواد را می آورد. باز هم شبانه صدای گریه می شود. عالم از پس در اتاق پسر گوش می دهد. در صدای گریه‌ای که در اتاق پسرک بود، عالم با همراهی آنها گریه می کند. پدر پسر پرسان می شود برای چی گریه می کنید؟ عالم جواب می دهد وقتی که پسر بچه شما شبانه قرآن می خواند، در اینجا ملائکه های خدا گوش می کردند. حاضر که پسر بچه شما وفات کرده است، برای همین ملائکه های خدا پس می گریند. خداوند همه مسلمان ها را قرآن خوان کند. آمین. سلام به همه آن نفرانی که حال ما را تماشا میکنید. قصه میکنیم از مردی که چندین سالها در خدمت عالمان و چندین سالها در آموختن علم مشغول بود و در آخر چی شد؟ آن مرد خود قصه میکند که من چندین سالها خدمت عالمان کردم و چندین سالها علم آموختم، ولی به یک شب خدمت مادرم برابر شدن نتوانست. چرا؟ این مرد میگوید که من آمدم، مادرم بستری بود، یعنی بیمار بود. در حالت بیمار بستری خوابیده بودند و از من خواهش کردند که پسرم به من یک پیاله آب بیار و من رفتم پیاله آب آوردم. تا رفتن و آمدن من الکه مادرم را خواب برده بود. من منتظر ایستادم تا آن دمی که مادرم از خواب خیست. مادر من هنگامی از خواب خیستنش صبح دمیده بود و آواز خروسها بلند. مادرم گفت پسرم تا حال توی منتظری؟ گفتم بله مادر جان، منتظر بودم که شاید لحظه این لحظه نشد لحظه دیگری از خواب میخیزید و میگوید که آب را بده تا من تشنگیم را شکنم. و این پسر به خاطر آنه که مادرم از خواب خیزد و تشنه نماند گفته تا سحر در زیر پای مادر پیاله آب در دستش منتظر ایستاد. و هنگامی که مادر خیست و این حال را دید، دست به سوی آسمان برداشته در حق این پسر دعای خیر کرد و هنگام دعای خیر کردن دعا قبول شدن برابر دعا قبول شد.
چون که هنگام دعا کردن مادر پسر خود با چشمان خود و با احساس خود قبول شدن دعا را دید و خود را در عرش تصور کرد و گفت که من چندین سالها خدمت عالمان کردم و چندین سالها علم آموختم، ولی به یک شب خدمت مادرم برابر شدن نتوانست. دوستان عزیز، چندی که می توانید مادرهای خود را احترام کنید و با مادرهای خود نرم باشید. در پناه الله باشید. پسره که همراه پدر و مادرش زندگی میکرد. پدر سحرگاهان به کار میرفت و شامگاهان از کار به خانه می آمد. هنگامی که او به خانه می آمد پسرش الکی خواب بود و هنگامی که از خانه به کار می رفت باز هم پسرش خواب بود. در بالای سر پسرش یک مبلغ معین می ماند و به همسرش می گفت سحر که پسرم از خواب خیست این مبلغ را به او بده و بگو از نام پدرت شیرینی بخر. پسرک باشد این مبلغ را جمع آوری میکرد. روز پسرک خواب نمی کند و آمدن پدر را انتظار می شود. هنگامی که پدر از کار می آید می بیند که پسرک الکی بیدار است. او را با آغوش می گیرد و با او می گوید پسرم چرا تا حال تو بیدار هستی؟ پدر جان من راه تو را منتظر بودم. با پدر چند صحبت می کند و می گوید پدر جان معاش تو چقدر است؟ پدر باشد جواب می دهد 500 سومان. پسرک از پدر آنچنان خواهش می کند که پدر نه گفتن نمی تواند. پدر جان با من 200 سومان ده. پدر باشد پول را گرفته با پسرش می دهد. پسرک باشد دوام به خانه دیگر می رود و از زیر کرسی پولهایش را برآورده حساب می کند. دل پدر تاب نآورده از قفای پسر می رود. می بیند که در نزدش پول زیادی هست و آنها را حساب دارد. می گوید پسرم تو اینقدر پول داری ولی باز از من پول خواهش میکنی. پسرک باشد می گوید پولهای من به این نمی رسند. پسرک پولها را حساب کرده 500 سومان در دست پدر می دهد و با پدرش می گوید این معاش یک ماهه تو، ولی تو یک ماه نه اقلا یک روز با من وقت گذران. در این حالت اشک از چشمان پدر جاری می شود و او را با آغوش می گیرد و با پسرک می گوید باشد پسرم من با تو می مانم. برادران عزیز، حداقل یک روز یا که 2 روز خود را با همراه فرزندان گذرانید، زیرا فرزند این بهترین نعمت است. خب اینا برادرها گوش کردین همشه. در کامنتاریا شما بدونین فقط همون کامنتاریا دا کدام شی که آوازش به شما معقول بود فقط لایک مونید تمام. شما هم که خواهش دارم باقی در امان الله باشین. اگر چی باشه کمتر آوازی همشون کمتر یگان ثانیه دیگه شم میمونم. یک بار دیگه هم شما همو طرز خواندن همو را اهمیت بدین در کامنتار بدروین در همو نومی همو آدم لایک بچکن تمام. در پناه الله. الصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آل محمد. اما بعد، السلام علیکم خواهران عزیز و برادران گرامی قدر. پسر بچه بود است. هر شب ساعتهای 1 شب خودش را پاک کرده کتاب قرآن را در دست
گرفته میخوانند. از بین چند وقت میگذرد. قصه میکنیم از مردی که چندین سالها در خدمت عالمان و چندین سالها در آموختن علم مشغول بود. پسرک همراه پدر و مادرش زندگی میکرد. پدر سحرگاهان به کار میرفت و شامگاهان از کار به خانه میآمد.